سلام. گفته بودی که چطوری توی برگ اولم فکر کرده بودم که خب گفتم تا از همون درمدن یه ویدیو براتون بگیرم و خب گرفتم و حس کردم اونجا ناکامل توضیح دادم، برای همین اینجوریه. تصمیم گرفتم دوباره بگیرم و خب با نی که انجام میدین ترجیحاً این نیا بهتره چون داره سر و اینا و چلگیس نیاز دارید یا حالا کشای معمولی هرچی، ولی خب چلگیس بهتره، تعدادشون بیشتره. بعد وقتی از همون درمدین ماد رو شروع کنید و هر اندازه که بخواید مور برمی‌دارین و نی رو برمی‌دارین و شروع میکنید دور نی میپیچونید. چقدر موم بلنده. دوباره و تمام. بعد نی رو تا میکنید و اون کش یا چلگیس رو بهش میبندید به همین راحتی و حدوداً 12 ساعتون بمونه خیلی بهتره. اینجوری مثلا حداقل تا 2 روز ماتون فرم میمونه و اینکه آره تا ماتون هم خیس هست این کار انجام بدین و مثلا ترجیحاً شب باشه، مثلا من ربطی نداره هر وقت دلتون خواست انجام بدین. خواستم بگم شب باشه خیلی بهتره، بعد مثلا باش میخواین بعد صبح بیدار میشین بعد یک روز کامل کلا ماتون فره، اینجوری منظورم بود. و اینکه چی می‌خواستم بگم شد. بعد که ما رو باز کردین آروم از هم دیگه جدا میکنین این فرار که ماتون حجیم تر بشه و بهش هر چیزی که بعد از همون میزنین به ماتون همون حرکت میکنین، مثلا موسمون میزنین که مو میزنین هر چی دیگه بزنین بهش و اینطوری بالا پایین کنید و تموم میشه دیگه، ماتون فر میشه. و اون قسمتی هم که فر نشد مثلا مثل این قسمت ها اگر میتونین با نی ببندین که خب واقعا نمیشه، میتونید اگر بابلیس ندارین و اتومو دارین با مداد این کار انجام بدین، مداد بپیچونین و بابلیس رو بزنین روش، ببخشید اتومو رو بزنین روش و فر بشه، فرشون هم اندازه بشه. اگر هم اتومو ندارید که با پیچ گوشتی این کار انجام بدین، گرمش کنین این کار انجام. خلاص این که همین دیگه، اگر انجام دادین اینا برای من عکس بفرستین. مرسی.